یک گلایه هم کنیم از برخی از اعضای متخلف شورای شهر. ما در لرستان تا بوده نهایت رشوه هایی که دادیم و گرفتیم روغن حیوانی و عسل بوده، ولی بنا به اعلام برخی از منابع آگاه از اعضای متخلف شورای شهر مقادیر بسیار زیادی سکه و طلا کشف شده. حالا سوال اینجاست که آقایمون محترم شورای شهر چرا میاید سنت های این استان رو به هم میزنید؟ اینم بگم که برخی منابع غیر رسمی میگن که حتی ارز دیجیتال هم داد و ستد شده. حالا دو تا چارتا کنیم که روغن حیوانی و عسل کجا، ارز دیجیتال کجا؟ شما به آداب و سنن رشوه دادن و رشوه گرفتن این استان هم توهین کردین. یه گلایه هم از فرمانداری خرم‌آباد. وقتی که اعلام میکنیم 2 تا از اعضای شورای شهر وارد شورا شدن، باید بگیم که این 2 نفر به جای کدام 2 عزیز وارد شدن. مگه میشه بگیم 2 نفر از اعضای شورای شهر ورود کردن ولی نگیم کدام 2 نفر رفتن؟ به نظر شما 2 نفر معزول شورای شهر چه کسانی هستند؟